السلام علیکم. حالا ما یک مثال رو هم روی شما دیده میبراییم از متیماتیک صنف 7. یعنی عمل ها رو اجرا کنید. من در قفس شما دیده استودید که عمل ها از دو قفس عبارت، در بین آنها ضرب و بعد که قفس ها رو اجرا کردیم جمع یک حشی. بیایید راه به راه اجرا میکنیم. اگر بینیم اینجا ما 1/2 جمع 0 از 1125 ترک 1 6 1 رو اول ساده میکنیم، یعنی قوس یکم رو. برای این چی کار میکنیم؟ 1/2 خودش ایستاد. باید که ما همه آنها رو یا به کسری دهی تبدیل دهیم یا به کسری عادی. بهترش اون که کسری عادی به تبدیل دهیم، این بهتر است، هم آسان تر. بنابراین 1 2 1 خودش ایستاد. جمع 1 0 از 1125 رو 125001 نوشتیم به نمود کسری دهی ترک 1 6 1. خوش 125001 رو به 125 اختصار میکنیم. اختصار کنیم 1 8 1 میشود. یعنی 125 به 125 تقسیم میکنیم 1، 1000 رو به 125 تقسیم میکنیم 8 ترک 1 6 1. برای هر سه مخرج ها مخرج هر سه کسره ها ببینیم 2 8 6 مخرج عمومی 24 است. 24 رو آورده به 2 تقسیم میکنیم 12 تا. 24 رو آورده به 8 تقسیم میکنیم 3 تا. 28 آورده به 6 تقسیم میکنیم 4 تا. یعنی 1 ضرب 12 12 جمع 3 ترک 4. خلاصه این 11 24 یکی شد. قوس دوم دیده میبراییم. من قوس دوم ببینید 6 از 10 4 رو به نمود 6 بوتون و 4 10 1 می نویسیم. به جای تقسیم ضرب میمانیم. ضرب اینک 4 10 1 رو به 2 یک بار اختصار کرده میگیریم برای ساده شدن، آسان شدن کار ما. 4 به 2 تقسیم میکنیم 2، 10 به 2 تقسیم میکنیم 5. کسری آمیخته رو به کسری نادرست میگردانیم. 6 ضرب 5 30 جمع 2 32 51 ضرب 3 81. چرا ضرب کردیم به شما فهم است. هنگام تقسیم کسرهای عادی تقسیم شونده خودش می ایستد. تقسیم کننده رو جایش رو چپ نموده علامت تقسیم رو به ضرب تبدیل می دهیم. اینک چی داریم؟ 32 و 8 به هم بین هم اختصار می شوند به عددی 16. 32 به 16 تقسیم میکنیم 2، پس 2 ضرب 3 6 می شود صورت کسر. 8 به 16 تقسیم میکنیم 5، 5 ضرب 5 مخرج کسر 25 می شود. اینک 11 24 1 ضرب 6 25 1. اگر نگاه کنیم 6 و 24 به هم اختصار میشن. 6 به 6 تقسیم میکنیم 1 تا. 24 به 6 تقسیم میکنیم 4 تا. 11 ضرب 1 11، 4 ضرب 25 100. اینک 11 101 جمع 1 8 1 میکنیم. ما داریم خوش مخرج عمومی برای هر دوش 200 میشود. 200 به 100 تقسیم میکنیم 2 میرسد. 2 ضرب 11 22 جمع 200 به 8 تقسیم میکنیم 25. 22 جمع 25 27 201 میشود. اگر آن را به نمود کسری دهی نویسیم که شرط هم نیست، در اصل شرط هم نیست، اگر لکن کسی خواهد میتواند به نمود کسری دهی نویسد. این نولو از 1125 میشود. نولو از 1125 135 میبخشید 135. انا این جواب است، جوابی درست. درس به شما فهما شد، معقول شده باشد. خیلی خرسند هستیم. تو بازدید. من این جواب رو از یاد نمیبراریم. جواب این چند شد؟ 9 از 1135. انا